گنجینه در این عالم ویرانه نماز. نماز استخاره چیست و چگونه ادا می شود؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. نماز استخاره چیست؟ نماز استخاره نمازی می باشد که انسان در وقت انتخاب عمل خیر آن را انجام داده و از خداوند درخواست می کند که اگر خیر در این کار باشد به او نصیب بگرداند و اگر خیر نباشد این کار را از او دور بگرداند. این چنین نماز استخاره را در انتخاب دو عمل جایز خوانده می شود. یعنی انسان نمی داند کدام از این عملها را اجرا کند و نماز خوانده توکل به خدا می کند که خداوند راه درست را بر او نصیب گرداند. نماز استخاره در کدام وقت خوانده می شود؟ نماز استخاره را می شود هم در روز و هم در شب بخوانیم، یعنی وقتی معینی ندارد بجز از آن وقتهایی که نماز خواندن مکروه یا حرام است. دعای استخاره کی خوانده می شود؟ دعای استخاره بعد از انجام نماز استخاره خوانده می شود. اگر شخص لفظ عربی این دعا را نداند می تواند ترجمه دعا را با زبان خود بخواند. مهم این است که با اخلاص از خداوند چیزی طلب کردهش را بخواهد، چون معنای استخاره این از خداوند طلب خیر کردن و از او مدد جستن است. عزیزان، بیایید اکنون طرز خواندن نماز استخاره را دیده براییم. اول شخص نیت می کند. نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز استخاره وقتی که بر من است روی آوردم به قبله من به جهت کعبه خالصا لله تعالی گفته دستهایش را برداشته تکبیر می گوید. الله اکبر. بعد از آن دست راستش را به بالای دست چپش در زیر ناف گذاشته ثنا می خواند. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بعد از آن اعوذ بالله و بسم الله را می خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سوره فاتحه را خوانده در آخرش آمین می گوید. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 بار تسبیح رکوع را می خواند. الله اکبر
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بعد از رکوع تسمیع گفته به قیام خسته تحمید را می گوید. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعد تکبیر گفته به سجده می رود. 2 بار سجده کرده تسبیح ها را می خواند. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قیام رکعت دوم می خیزد و در رکعت دوم ثنا و اعوذ بالله را نمی خواند. دست راست را در بالای دست چپ در زیر ناف گذاشته بسم الله گفته سوره فاتحه و یک سوره دیگر را می خواند. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 مرتبه تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. از رکوع تسمیع را گفته به قیام می خیزد و در قیام تحمید را می خواند. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تکبیر گفته به سجده می رود و 2 بار سجده کرده در هر یک سجده 3 بار تسبیح سجده را خوانده در بین 2 سجده به جلسه 6 کمی قرار می گیرد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قعده می نشیند و در قعده التحیات صلوات ها و بعد از آن دعا را خوانده به طرف راست و چپ سلام می دهد. الله أكبر
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد از آن دعای استخاره خوانده می شود. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اگر شخص لفظ عربی این دعا را نداند، می تواند ترجمه دعا را با زبان خود بخواند. مهم این است که با اخلاص از خداوند چیزی طلب کردهش را بخواهد. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است.